تصور کنید یک رودخانه وجود داره که به جای آب جوش وجود داره، یا اینکه اختاپوس ها در واقع موجوداتی فرازمینی باشن. باور نمی کنید؟ پس آماده باشین، چون در این ویدیو 10 حقیقت عجیب رو بررسی میکنیم که به سختی میتونیم باور کنیم، اما کاملا واقعی هن. شماره 1 شما رو شوکه خواهد کرد، پس تا آخر همراه ما باشین. سلام و خوش اومدین به کانال خودتون. دنیا پر از شگفتی‌هاییه که گاهی از حد تصور هم فراتر میرن. بسیاری از این حقایق اونقدر عجیبن که ممکنه باورشون سخت باشه، اما علم ثابت کرده که کاملا واقعی هن. در این ویدیو 10 حقیقت علمی عجیب رو معرفی میکنیم که شما رو حیرت زده خواهند کرد. شماره 10، رودخانه‌ای که میجوشه. در اعماق جنگل‌های آمازون رودخانه‌ای به نام شانای تیمپیشکا وجود داره که آب اون به طرز عجیبی جوشانه. دمای این رودخانه گاهی به 93 درجه سانتیگراد میرسه و میتونه هر موجود زنده‌ای رو در چند لحظه بپزه. شماره 9، اختاپوس ها موجوداتی از فضا. دانشمندان کشف کردند که دی ان ای اختاپوس ها با هیچ موجود دیگری روی زمین شباهتی نداره. برخی دانشمندان حتی فرضیه دادن که این موجودات ممکنه از سیارک هایی که میلیون ها سال پیش به زمین برخورد کردن آمده باشن. شماره 8، طلا در بدن انسان. شاید باور نکنید، اما بدن انسان حاوی مقدار کمی طلاست. بیشتر این طلا در خون ما وجود داره، اما مقدار اونقدر کمه که نمیتونیم از اون استفاده کنیم. شماره 7، قارچ هایی که زامبی میسازن. نوع قارچ وجود داره که وقتی وارد بدن حشرات میشه کنترل مغز اونها رو در دست میگیره و اونها رو مجبور میکنه کارهای عجیب انجام بدن. این قارچ ها الهام بخش بسیاری از فیلم های ترسناک بودن. شماره 6، آب مایع غیر عادی. برخلاف تصور، آب یکی از عجیبترین مواد روی زمینه. آب در حالت جامد که یخ میزنه سبکتر از حالت مایع اونه. به همین دلیل یخ روی آب شناور میمونه. همچنین آب تنها ماده‌ایه که میتونه در 3 حالت جامد، مایع و گاز همزمان وجود داشته باشه. شماره 5، درختانی که با هم صحبت میکنن. تحقیقات نشون داده که درختان میتونن از طریق ریشه هاشون با هم ارتباط برقرار کنن. اونها مواد شیمیایی خاصی آزاد میکنن تا به درختان دیگه درباره خطرات مثل آفت هشدار بدن. شماره 4، کهکشان هایی که سریعتر از نور دور میشن. باور کنید یا نه، برخی از کهکشان ها به دلیل انبساط کیهان با سرعت بیشتر از نور از ما دور میشن. این یعنی حتی اگر با سریعترین فضاپیماها حرکت کنیم هیچ وقت به اونها نخواهیم رسید. شماره 3، میتونیم بدون مغز زنده بمونیم. برخی حیوانات مانند ستاره‌های دریایی و بعضی عروس‌های دریایی هیچ مغزی ندارن، اما به خوبی زنده میمونن. حتی در برخی موارد انسان‌هایی گزارش شدن که بخش بزرگی از مغزشون رو از دست دادن، اما همچنان توانایی انجام کارهای روزمره رو داشتن. شماره 1، زنده بودن قطب‌های مغناطیسی زمین. قطب‌های مغناطیسی زمین ثابت نیستن. در واقع اونها در طول زمان جابجا میشن و حتی ممکنه جای شمال و جنوب تغییر کنه. دانشمندان معتقدند که در آینده نامعلوم ممکنه این تغییرات تأثیرات بزرگی روی زندگی ما بذاره. حالا بهم بگین کدوم یکی از این حقایق شما رو بیشتر شگفت زده کرد؟ یا شاید شما هم حقیقتی عجیب میشناسین که توی این لیست نبود. حتما توی کامنت ها بنویسید و ما هم میخونیم و جواب میدیم. اگه از این ویدیو خوشت اومده حتما لایک کن و دکمه سابسکرایب رو بزن تا ویدیوهای علمی و شگفت‌انگیز بعدی رو از دست ندی.